معروف در وادی وخش قاری میرزامودین راوپوف معروف به ایشان قاری امک قاری سیرت الله راوپوف یکی از مشهورترین قاریان قرآن صبح 22 ایول در سن 65 از عالم چشم پوشید. یکی از نزدیکان مرحوم به پایگاه خبری بامداد گفت ایشان قاری ساعت 7:30 از بیماری سرطان شش درگذشت. قاری میرزامودین تقریبا یک سال پیش به بیماری سرطان شش دچار شد. یک باره از پا زد و حتی ماه مارت سال جاری برای تبابت به خود دهلی هندوستان رفته بود، اما به دردش درمان نیافت. گردش تقدیر را ببینید که تازه 20 روز پیش برای خودش از دبی ماشین تویوتا فرمایش داده بود که باید برایش می آوردند، ولی نصیبش نکرد. نصیب عمرش تا امین صبح 22 ایول بوده است، گفت انصوبت بامداد. مراسم نماز جنازه قاری میرزامودین بعد پیشین در نایه وخش دایر می شود. قاری میرزامودین راوپوف سال 1956 در نایه قمسنگیر به دنیا آمده است. او در تربیه قاریان مرتب قرآن سهمی زیاد داشت و به گفته نزدیکانش بیش از 100 قاری مرتب تربیه کرده است، از جمله قاری شرحیدین، پسرش سیرت الله، جیانش قاری عرفانیدین. امام خطیب مسجد جامع شهر باختر که سال گذشته قربان کرونا ویروس شد، از شاگردان ایشان قاری به شمار می روند. همین طور قاری حیدر و قاری سید نوردین، نفری که سال 1994 در سبقت جهانی قاریان در دانشگاه الازهر مصر غالب آمد، نیز از پرورده های مکتب قاریگی قاری میرزامودین بودند. ایشان قاری بعد از جانب دولت منع شدن تدریس علوم دینی چند سال آخر رو به تجارت آورده بود. او 3 دفعه حج کرده است. سال 2004 از حساب خود به زیارت خانه خدا رفته، سال 2005 و 2006 باعث رابلت از جانب مفتیات به مکه و مدینه سفر کرده بود. ایشان قاری بنا به اطلاع دریافتی 4 زن داشت. از زن اولش 6 دختر و 1 پسر و از زن دومش 4 دختر و 2 پسر داشت. درباره فرزند داشتن یا نداشتن از 2 زوجه دیگر معلومات دسترس نشد. یکی از شاگردان از همه معروف او قاری سیرت الله راوپوف پسر برادرش عبدالخالق است که شهرت تلاوت و قرائتش به بیرون از تاجیکستان حتی تا دولت‌های عرب رفته است و ویدیوهای قرآن خواندنش در اینترنت خیلی زیادند.